زبان مادری را همیشه عزیز و گرامی و پاس داشتن یک رکن ایمان و خرج شهروندی هر فردی صاحب دل و با ننگ و ناموس است. عمر ملت و عمر زبان وابسته است، یعنی بقای زبان بقای ملت است. زبان نشانه مهمترین ملت و پیوندگری نسل هاست. هیچ نباید فراموش کرد که زبان مادری یکی از رکنهای اساسی دولتداری بوده سرچشمه است که انسان را به اصالت ملی پیوند می‌دهد. زبانی هر ملت یادگاری عزیز است که ریشه آن از سرچشمه چندین نسل‌های نژاد او آب خورده مایه افتخار و خودشناسی نسل‌های بعدی نمی‌گردد. زبان کشت اولین کاخ ملت است. تاریخ گواه است که اگر زبان ملی از بین رود، ملت هم دیر یا زود تفکر ملی خود را از دست داده عاقبت زوال می‌یابد. ما برای حفظ اصالت، زبان و فرهنگ اقلیت‌های ملی مقیم تاجیکستان همه امکانیت‌ها را فراهم می‌آوریم. حکومت جمهوری تاجیکستان جانبدار سیاست زبان است، زیرا این زبان یکی از عامل‌های مهمترین تنظیم و تحکیم مناسبت‌های دوستانه همه خلق‌های تاجیکستان به حساب می‌رود.